سلام مجدد. اینجا 19مین جشنواره فناوری ملی شیخ بهایی در هتل عباسیه. رسیدیم به یکی دیگه از دوستان، هومن بخشی که مدیرعامل داریا توربین است. می‌خوایم باهاش گفتگو کنیم. آخرین بار در نمایشگاه گردشگری در بهمن در نمایشگاه بین‌المللی باهاش گفتگو کردم. هومن جان سلام، خوشحالم می‌بینم. داریا توربین چیه، چیکار می‌کنه؟ منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دنبال کننده هاتون. به صورت خلاصه بخوام بگم داریا توربین پاسخ به این سوالو میده که ما کجا بریم در آخر هفته تعطیلاتی چیزی از جایی می‌خوایم. یه برنامه‌ریز سفر، در واقع پیشنهاد دهنده سفر شخصی سازی شده است. فکر کنم جزو معدود گردشگری‌های جشنواره. فکر می‌کنم ما به جز خودمون کسی دیگه ندیدیم تو حوزه گردشگری. بازارمون کساد داریم. خود اصفهانی. ما از مشهد. آره از مشهد اومدیم. کاری که داریم انجام میدیم، شما یه آخر هفته میگیم کجا برم، یه سری اطلاعات به وبسایت ما میدیم. توربین با داده‌هایی که از شما میگیره و داده‌هایی که از قبل از سرچ‌های شما به دست آورده با هوش مصنوعی با هوش مصنوعی بعد از بین این گزینه‌ها یکی رو انتخاب می‌کنید. یه برنامه سفر 0 تا 100 به شما نمیگه فقط برو اینجا، میگه ساعت چند راه بیا، کجا برو، کدوم سرویس بهتری رو بری استفاده بکنی، حتی کجا کمپ کنی، کجا عکس بگیری. یه برنامه 0 تا 100 به شما. چقدر خوب. سال اول میای شیخ بهایی؟ شیخ بهایی سال دوم پارسال با پروژه دیگه بود که ما رتبه دوم به دست آوردیم. جو اینجا چطوره؟ شیخ بهایی خیلی جشنواره خوبه. یعنی یکی از چیزایی که ما پارسال تا امسال گفتیم بشه دوباره بریم شیخ بهایی برسیم بهش. آقا امسال الان فینالیست شدیم. توی 7 تا فینال بودیم. ببینیم که فردا ان شاءالله ما جایزه میگیریم یا نه. اختتامی هم احتمالاً با خودمه و اسمتون رو بگم. ان شاءالله نگفتم شما خودجوش بگید. آره خودجوش بگم. داریا توربین. براتون آرزو بهترین ها دارم. ممنونم. با هومن بخشی صحبت کردیم. جزو معدود استارتاپ‌ها و کسب کاری حوزه گردشگری در جشنواره شیخ بهایی امساله. ببینیم که اول میشن یا نه. با ما همچنان همراه باشید در نمایشگاه.